بچه حالا تو شب زنگ زدی که سجاد که گفتی موضوع را بیا بالا که حل میکنم. باز تو چرا نامدی لایف که حل کنی موضوع که تای تالی گپ گوش که از من نه در کسی زنگ زدیم تا اول تای کوئی گپ من میگم کلی گپ گوش رابر جوان من نه زنگ زدیم در کسی نه پیام دادیم نه نیاز دارم نه دیگه خب اینی میگه پیشرفت این که خودش سعی کن کجا بود گپ ما گوش که شیر من ایدان ما گپ گوش که ما چی میگم همین جوان شیخ علی را ما رفتم مسیج کردم زنگ زدم کاش گپ زدم تایت پنجشیر ما کاش رفتم گپ زدم ما گروه جور کردم در واتساپ اردویشون آوردم در کال ما گفتم نمی گپ نمیشه خلاص شوه بگذاریم برین اگه وقت فرصت داشته باشین لایو بین تمام شو بره شیخ علی گفت تمام ما بیرون هستم آله هم میگم صبح هم میگم دیگه نه برام ما کسی ببینم سایل کشتی بای بیجای نه انشالله هیچ گپی نیست گپ مرا نه از عکس کسی بترسانه نه ما خلال هستم تمام شیخ علی گپ ما سعی کو کلاگی گپ ما گوش کنی شیخ علی یا خواهش یا گپ ما گوش بارم جان گپ ما گوش تو آمد مشکل تا یا حل کنی نه انشالله مستقیم بارم جان ما مشکل گوشو هستیم مشکل نمیخوایم حل کنیم برو خدایا نه تایت یاد شیخ علی جای نرو یاد بالا برو نه بار شیخ علی تایت پنجشیری میگه سکری نوخ نگو میمونه رابر جوانی گپ ما گوش کو شعر من اینجا موضوع حل میشه خلاص گپ بزنه یک نفر گپ بزنه سعی کو شعر من اینجا آمده نردید مسئله حل میشه خلاص میشه میره حالا تو چی گپ میزنی خود شیخ علی بابا تو نورم تایت کلا که تارم بگذارین از میگه بگذارین حالا خیلی برر با مو قیافه گپ ما گوش کنی ارزش نداره حالا پیا گپ تو میزنی بچه تمام بگذارین همی گذاشته بگذارین خلاص پیش نکنم خوشم نمه شیخ علی گپ ما گوش کن بیادر نتای سیر پگی گپای کتا نزن بارام جان گپ ما گوش کن نه خود داو نزن نه بگذارین تاوین نکن ما خوشم نمیم تاوین نکنیم بگذارین بابا گپ ما یک دقیقه ما یک دقیقه گپ میزنم گپ ما گوش کنین خدا یارتان اردیتانه بابا شیخ علی جان همین چقدر بیگ فن داشته باشه دوست اندیوال هم ویدیو را بگو پاک و طرف تایت پنجشیری مونده تایت پنجشیری چقدر ویدیو در صفحه خود داشته باشه چی دوست اندیوال داشته باشه تباری تو همین را پاک کنین خلاص شو بگذره رویتون خدا بینال همین جامعه به دیگه تون تاوین کردن چی فایده سعی کن رابر جوان ما چی میگم تا سعی کن چی میگم سجاد سعی کن من نیاز دارم که از ویدیو که از کسی بان نکنم سعی کن در صفحه خودم نه قدی نام هر کس چطال میکنم نه قدی عکس کس چطال میکنم نیاز دارم نیازی دارم سعی کن در عکس گپا گوش کو آدم اینا یک دانه عکس کسی ویدیو کسی در نه در صفحه ماست نه میمونم نه در قصهش هستم نه سری گپا خبر هستم ما زمانی که نروار میخیزم باز در میدان میدرایم دیگه اگه یک مسئله شیخ خلی بیچاره سعی کنه سجاد گفت گوش کن چون بگشن برای داخل چی میتون داخل واتساپ شیرم گپ ما را گوش کنید باز میگی من نمیبرایم که مرا میزنن 20 نفره ورامین بودی بیا بجه تو پیشتر تو هم دفعه پیشتر میتی باز میگی من نمیبرایم که مرا میزنن تو در چشم مردم مدرایی قوارید میگی گوره لغت کردن چه اینمی دیگه کیر کسمه اینمی دیگه چی رو ورخطاسی تمام بگذاره ورخطاسی تو ورخطا نباش که من یک چند کلمه گپ بگویم صبر یک نه برام گپ بزن برام روی تا خدا گپ زد هنال چند کلمه ما گپ میزنم روی تا خدا ببینم مقصد نه توهین نیست ورخطا نباشه مقابل می احساساتی برخورد نکنه تمام تای بابا بچه طلبان اندر خبر نمیده لالا برام یک دقیقه چرا احساساتی است با ما مردم باشی تو قیافه را کن میکنه تو چرا احساساتی است شیخ علی گپ اینجا مجلس رقص نیست کسی رقص کنه اینجا مجلس
این صحبت است. باران گپ باران یک چند گپ ده، دقیقه گپ باران ده. گپ ده شیخ علی جان داید یک دقیقه آز تو مرا دیده میتونی چند تا همه تایت ما گپ میزنم بالا. تو اینترنت که من دیدم میتونم یا نه؟ خب بگذارین ببین زامن مشهور به شیخ علی هزاره گپای مرا بشناس برای چی میگم سایکو اینه زامن مشهور با شیخ علی هزاره تو قیانگر شیخ علی تیک جان تاک. دو دقیقه یک دقیقه کتن ازم پیش ما جلک بگو گپای تا بگو سایکو گپای منطقی گپای کانکیده باشه گپای هر کسی که گوش کنه داید پنج سیدی یک دقیقه چه به میکنم گپ ده باران گوش باران کنه گپ گپ ده. بزنم گوش کن تو خیانگه همه تایت بان بلیاز خدا گپ دیم بلیاز قرآن گپ دیم ببین زامن کسایی که دور بغلت هستن و شمول علی نمیفهم قهرمان است و علی فلانی است هر کسی که است تو قدیمه گپ ده گپ مرا بشنو ما که تو گپ میزنم به خاطر سرلشکر تو هستی ما که قدیمه گپ ده آفرین نام مرا بگی دیگه نه اما آبا چه کتا گم نزن امو بارام صبر تایت میرم ما گپ دیم یک دقیقه تاید صبر کن بارام میکنم امو بارام صبر نمیکنی هیچ کار نمیکنی در قرآن چی بود نامش؟ صبر زامن صبر کو گوش کن سایکو در هر کس که تو را چکچکت کرد پیشت کرد فالوور لایک خدا نگرفتن تمام دوا ما کاری نداریم اما سرلشکرش خودت هستی زامن جان خودت که دای مطلب کردی در حساب کامپرسی رفتی گای شاخ و بز گرفتی گای هر چیز میفهمی کیا بچه ای گپا پیش نکو چه میشه احترام داشته باش احترام یاد بگی وقتی یکی گپ میزنه گوش کو احترام بان به گپ ما میفهمی کسی به جنگ اینجا فقط گوش بگی هر کاری کردی اوکی مشکل نیست اما زامن از خودت میفهمی نام خوار نام پدر زن ناظر عکسایش از بیادر باران جان باران چه سوسوتی نشو